منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی و بینندگان عزیز، در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع وحدت و شفقت و الفت در بین صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. موضوعی که انتخاب کردیم به یک لحاظ بسیار موضوع طبیعی و عادی و ساده است، اما اگر به عمق این موضوع بپردازیم و ابعاد مختلف این موضوع رو ما بخوایم بررسی بکنیم، خواهیم دید که امروز متاسفانه جامعه اسلامی ما در بخشی از زمان یا در برهه‌ای از زمان دچار یک ابتلا و آزمایش بزرگ شده و اون ابتلا و آزمایش بزرگ چنان امت را دچار تفرقه‌ای کرده که امروز بخشی از امت اسلامی خود را از امت جدا می‌داند و امت اسلامی را در واقع متهم به این می‌کند که سران امت، سروران امت، طلیعه‌داران امت، یعنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت، در واقع انسان‌های مادی و دنیا پرستی بودند که به خاطر دنیا و مال دنیا و منصب دنیا چنان بعد از وفات رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به سر کله همدیگر زدند که هیچ چیزی از دین باقی نماند. این در واقع یکی از دروغ‌ها و تهمت‌هایی است که به دین چسبانده شده و بهانه‌ای که در واقع یا انگیزه‌ای که میخوان مطرح بکنن برای این که واقعا چنین چیزی اتفاق افتاده، میگن که صحابه رسول الله و اهل بیت آن حضرت، کسانی یعنی خانواده درجه یک رسول الله، اینها در واقع دشمنان خونی یکدیگر بودند. متاسفانه از مهمترین تحریف هایی که در اسلام اتفاق افتاده، یکی تحریف های زیادی در قرآن شده و در مفاهیم قرآن و تحریف های زیادی هم در تاریخ انجام گرفته. یکی از مهمترین تحریفاتی که در تاریخ انجام گرفته این بعد قضیه است که متاسفانه تصویر نادرستی از اسلام و از اون بخش مهم از تاریخ اسلامی به دست داده می شود که گویا در صدر اسلام بعد از وفات رسول گرامی صلی الله علیه وسلم خانواده و خیشان درجه یک رسول الله صلی الله علیه وسلم با همدیگر به نزاع پرداختند و عده‌ای یعنی خلفای راشدین که در رأسشون ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت عایشه صدیقه و طلحه و زبیر و این مجموعه هست، اینها حق عده دیگری را یعنی حق علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و فرزندانش را و فاطمه دختر رسول گرامی صلی الله علیه وسلم را، حق مادی و معنوی اونها را گرفتند و خوردند و غصب کردند و همه چیز را به هم زدند، به خاطر اینکه این غاصبان نعوذ بالله در واقع مرتد بودند، از اسلام برگشته بودند، اسلام برایشون در واقع در اصل به معنای یک دین مفهومی نداشت، لذا خواستند که به این دلیل یا از این با استفاده از این فرصت از اسلام و از مسلمان ها انتقام بگیرن، از پیامبر انتقام بگیرن. این تحریف بزرگ و این دروغ بزرگی که به اسلام نسبت داده شده، باید امت اسلامی و
نخبگان امت توجه داشته باشند. خوشبختانه این رو من در اینجا توضیح بدم که کسانی که چنین دروغی را باور کرده اند امروز 7% در کل جهان 7% از جامعه 1.5 میلیاردی امت اسلامی را تشکیل میدن. اگر خیلی خوشبینانه بخوایم آمار بدیم به 7 تا 10%. این 3% رو من مطرح میکنم به خاطری که بعضی ها خیلی گزافه گویی میکنن. خب یعنی امتی را امروز با این گستردگی 1.5 میلیارد مسلمان جهان را که در بین اینها در طول تاریخ و امروز میلیون ها عالم و دانشمند و متخصص قرآن و سنت و تاریخ بودند و هستند، همه اینها را میگن که آقا همه اینها دروغگو هستند، همه اینها منحرف هستند، همه اینها از دین اسلام دور هستند. تنها کسانی که صادق هستند و راستگو هستند همین عده‌ای هستند که امروز خودشان را به اصطلاح کشته و مرده اهل بیت معرفی میکنن، پیروان خالص اسلام ناب محمدی، غافل از این که شیطان به هر حال برای خودش لشکریانی همواره داشته و خواهد داشت. ما برای این که این واقعیت ها را درک بکنیم کافی است قرآن را فقط خیلی ساده قرآن را از اول تا آخر برداریم بخونیم. همین قرآن خود قرآن کریم را، قرآن عربی را، هیچ نیاز به سفسطه و فلسفه و نمیدونم صغرا کبرای دیگری هم نیست. ما در خواهیم یافت که همه این دروغ ها که به اسلام نسبت داده شده، به تحریفاتی که به اسلام و به تاریخ اسلامی نسبت داده می شود، ساخته و پرداخته دست دشمنان اسلام است. عده‌ای خواستند به پیامبر اهانت کنند، از اسلام انتقام بگیرند، نتوانستند راه دیگری برای آن بیاندیشند، لذا خود را به اسلام منسوب کردند و از داخل دایره اسلام شروع به تخریب اسلام، به تحریف تاریخ، به تحریف قرآن کریم نمودند. بنابراین قرآن کریم بسیار صریح و روشن، آیات فراوانی در قرآن کریم است که بسیار واضح و صریح و روشن نشان داده و نشان میدهد که صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم همه یک خانواده بودند و این ثمره جهد و تلاش و زحمت 23 سال بعثت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم است. خلاصه دعوت همه انبیا علیهم السلام در دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم نهفته شده و خلاصه دعوت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم همین مجموعه صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اهل بیت آن حضرت هستند که اونها را پیامبر تربیت کردند. در مدت 23 سال توانستند از انسانهای عادی فرشته صفتانی بسازند که واقعا در طول تاریخ بی‌نظیر و بی‌نمونه است. در آیه‌ای که در سوره فتح آمده، آیه 29، اگر شما دقت و توجه کنید، الله متعال چی می‌فرماید؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اشداء علی الکفار، من رو این دو تا جمله میخوام ترکیز کنم و میخوام به شما سروران گرامی، به خصوص دوستانی که علاقمند این گونه مباحث هستن، اشاره کنم که توجه کنن به این جملات. این کلمات بنده نیست، کلمات فلان عالم نیست، کلام الله است. قرآن را ما درست بخونیم. چرا قرآن را ما بازیچه دست خودمون قرار دادیم؟ الله متعال درباره صحابه رسول الله والذین معه محمد رسول الله، محمد رسول خداست، رسول الله است، والذین معه و کسانی که با محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند و بودند چی هستند؟ اشداء علی الکفار رحماء بینهم. بر کافران سختند، رحماء بینهم، در میان یکدیگر با یکدیگر مهربانند. پس در این آیه کریمه الله متعال خیلی روشن و واضح محمد گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، آن پیامبر محبوب من را چنین معرفی کردند که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی که با ایشون هستند اشداء علی الکفار، بر کافران سختند، رحماء بینهم، در میان یکدیگر بسیار مهربانند.
حالا آیه طولانی است، من فقط به آیات میخوام اشاره کنم و به دوستانی که علاقه‌مند هستن میگم که خودشون مراجعه کنن و آیات کریمه رو بخونن. این آیه در سوره فتح شماره 29 هست. حالا قبل از اینکه من به آیه بعدی اشاره کنم میخوام بگم که شما زندگی صحابه گرامی و اهل بیت رو ملاحظه کنید. چقدر در میان یکدیگر شفیق و مشفق و مهربان بودند، چقدر با یکدیگر محبت داشتند، چقدر با یکدیگر خویشاوندی میکردند. عمر فاروق که عدالت گستر بی همتای تاریخ بشر پس از پیامبران علیهم السلام است و تمام فتوحات بارز در تاریخ اسلامی، مصر و ایران و این بخش‌های عظیم همه به دست پرتوان حضرت عمر فاروق فتح شده. ایشون که دختر ایشون یعنی حضرت حفصه همسر پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بودند، خود ایشون داماد علی ابن ابی طالب است. یعنی دختر علی ابن ابی طالب و دختر حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها، ام کلثوم، به ازدواج عمر فاروق در اومده. عمر فاروق داماد علی ابن ابی طالب است، نوه پیامبر گرامی از حضرت فاطمه زهرا در خانه عمر فاروق بوده. آقایون میگن نه آقا این ازدواج نبوده، ازدواج با زور بوده، نمیدونم ازدواج با جنی بوده، نمیدونم. چقدر اهانت بزرگی است. چقدر ما داریم بعضی ها اهانت بزرگی روا میدارن به کی؟ به شخصیت هایی مثل علی ابن ابی طالب. از یک سو علی ابن ابی طالب رو قهرمان و پهلوان معرفی میکنن که علی ابن ابی طالب در واقع یکی از قهرمانان تاریخ است، یکی از زاهدترین زاهدان تاریخ است. خب این هماهنگی دارد با این موضع شجاع ایشون. اما این که بگیم علی ابن ابی طالب آقا به گردنش اومدن طناب انداختن، به زور کشان نمیدونم به مسجد بردن، به زور مجبور به بیعتش کردن، نمیدونم زنشو زدن، سخت جنین کرد، ایشون هیچ کاری از خودش، هیچ واکنشی از خودش نشان نداد، ضعیف بود، مظلوم بود، ناتوان بود. این در واقع بزرگترین اهانت به علی ابن ابی طالب است. و از همه بدتر دختر علی ابن ابی طالب را به زور گرفتن آقا، بردن خانهشون. امپراتور بزرگ حضرت عمر فاروق نعوذ بالله امپراتور گفتن کلمه نادرستی است، ولی به خاطر دایره قدرتی که در اون زمان حضرت عمر رضی الله عنه به وجود آورده بودند، امپراتورها در برابرشون چیزی نبودند. چون این شخصیتی را متهم به ظلم کردن، به زور کردن که دختر علی ابن ابی طالب را و نوه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله را به زور گرفته به خانه خودش برده. چقدر توهین بزرگی به اهل بیت پیامبر است، چقدر توهین بزرگی به پیامبر است. اهل بیت کجا بودند؟ هاشمی ها کجا بودند؟ قریشی ها کجا بودند که چون این چیزی را تحمل کنند؟ امیدوارم که چشم گوش ما باز بشود. و علی ابن ابی طالب فرزندان خودش را ابوبکر مینامه، عمر مینامه، عثمان مینامه، حسنین حضرت حسین فرزند خودش را عایشه مینامه، حضرت زین العابدین همچنین، حضرات باقر و صادق همچنین، حضرت امام جعفر صادق نوه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است، نوه ابوبکر صدیق است. ببخشید مادر ایشون یعنی همسر امام محمد باقر ام فروه است. ام فروه نوه ابوبکر صدیق است. و علمای بزرگ نوشتن که ازدواج با ام کلثوم با عمر انکار نشدنی است، ولی خب ازدواج به زور بوده. آره آیات فراوانی که در رابطه با صحابه بزرگوار اومده و در رابطه با نزدیکی اونها به یکدیگر و اقوالی که از خود علی ابن ابی طالب نقل شده، لقد رأیت اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم فما ارى احدا یشبههم منکم. در نهج البلاغه ملاحظه کنید که علی ابن ابی طالب میگه هیچ کس از شما به صحابه مشابهت ندارد. این الفت و محبت اونهاست و بر منبر کوفه مشت میکوبد، میگه هر کسی که مرا برتری بدهد بر ابوبکر و عمر او را شلاق میزنم. این کجا؟
و ادعا و افترای بعضی ها کجا که نعوذ بالله اونها را متهم به دروغگویی، متهم به سازش، متهم به بزدلی میکنن. امیدوارم که محبت حقیقی صحابه پیامبر و اهل بیت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم در دل همه ما مسلمانان جای بگیرد و ما جزو کسانی باشیم که در روز قیامت با اون بزرگواران محشور بگردیم. سروران گرامی، وقت برنامه ما در همینجا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.